یه سالم دیگه 3 تا پاکیده. میگم اما چرا اینقدر من اذیتم میکنین؟ چرا همچنین میکنین با من؟ آخه ننه جونی من قربون شکلت برم، من تو خرج همین سفره 7 سینه موندم. جخورم یه سفره عقدم پهن کنم برای یکی دیگه بدبخته بیچارش کنم؟ آخه میشه همچه چیزی؟ خب من میخوام یه دختری قشنگ بیاری مونسم باشه، باش گفتگو کنم تا همینیم یاری. میگم اما میخوای کاری کنی؟ من تا سالی دیگه اینجا باشم خب که هم حوصله ننه سر نره، هم ساکی خرجه بگیرم که ایشالله عیدی سالی دیگه سفره عقد هیچ سینما عروسم برات میکشم. من تو عروس کشون عروس میکشم. عروس تو حالا چیکار میکنی؟ گل میکشم. برات دیفالا گل میکشم. حفظه کار دل کن. سلام گلای تو خونه، قنچه های نمونه، حرفا قرصه یادتون بمونه، هیچ وقت آدمی پرو تو خونه دون نمونه. یک دیگ 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 دیگ. همین حرف زدنت هم مالی بیزنیده. زبون بزن ربط داره نداره؟ نداره میفهمی؟ اگه داشت نداره درسته؟ وقتی ننت میگه دا یعنی ربط داره. میخوای من کسی خوب سراغ دارم که سیدی رنگش با فلاپی بازی میکنه. میخوای دختری خوب سراغ دارم که نه رنگ میخواد نه بتونه زیر کار. میگم من از زب قدیمیام فلش میخوره اونم به زور. بزن رنگ ده بزن قورت از این خونه گم کن برو بیرون. بس چهره میبینم خسته شدم بیازه. خیالت راحت باشه کار امروز خلاصه. آره بزن بهش. خوش و روزا من و پدرت با یه سرخر رفتیم تو اتاق با هم حرف زدیم. خوش و روزا هی در میاد گرونی شده. چی گرونی شده؟ پسر برو زندگی دو بکن. من رنگ گوجه پیکان جوانان مثل دونچی اناریا خودمونو اون رنگی دوست دارم. شما چه رنگی دوست دارین پری خانم؟ من رنگ لباس اوشی. آبینم یه تلویزیون شما رنگیه؟ خیلی خب من خودمون طوری تصور میکنم. بله من دارم از خجالت رنگ انار میشم، سرخ شدم. آروم باشی طوری کنی. میگم شما چند تا بچه دوست میدارین؟ من ببخشیدا ولی راستی ها تو 6 تا 3 تا دخترچی 3 تا پسرچی. میگم میشه یه خواهش کنم این بچه ها 7 تا بشن؟ چرا؟ چون که یه کپون بیشتر میدن. از اون لحاظ آرایگانو قبول باشه طوری. میگم حالا این همه سوال شما پرسیدید یکی هم میپرسم. بپرس جون بدم. شما اگه از سر کار بیاید خونه برق رفته باشه دوست دارید بردون شمچی روشن کنم یا پیکنیک چی؟ من هیچ کدوم نمیخوام. هیچ کدوم. وای چرا؟ من دوست دارم دنبال صدا شما قرقاش بگردم و پیداتون کنم. وای چه رومانتیک. میگم یه سوال دیگه. حالا اینا رو ولش کن. بفرمایید. مسافرت کجا دوست داری مثل 2 تا قناری بال بزنیم و بریم خوشمون باشه؟ جاش اصلا مهم نیست آقا جعفر. مهم نیست که شما ای میتونید یه وانیچی جور کنید که با هم دیگه بشینیم عقب روش چاپل چوپل دست بزنیم و باید بخورید به موامون اینا. با جون شما رو برم. منم همین اتفاقا دوست دارم. باش ما بشینیم وردل خودمون چاپور دست بزنیم و قرقاش بریم آباد بخوره تو این پیشونیمون. پیشونیمون کجا میشونیم؟ آقا جعفر میگم ببخشید من سوالم میپرسم ولی خب مرگ حق است. منو با میخوام ای صدام و ای یه روز بوم انداخت رو صف خونمونا شما ور مباشید. ببین منو شما شک نکن همهش ورمنی. من مثل دوقلوها افسانه ای اگه حتی تو صف شیران باشم و آجیری صدام به صدا در بیاد من وردل شما. وای خب حالا میگم اینا را ول کنی آخرش به من نگفتی به چی علاقه داری یعنی شغل چی است. راستیاتوش من انزه دوست دارم پول در بیاری که یه تلفن جدا از اتاق مادردون داشته باشی. خیالون راحت دست و درد نگرد. میخوام بزنبونم اما ننم نمیذاره آقام نیشه سسا داره واسم نه آقام دارن چیکار میکنن؟ دارن روز نامه میکنن چی برو بریم